همداران عزیز سلام علیکم. امروز 25 مارس سال 2025 میباشد. قرار دارم در مغازه فروشی داروواری های زراعت ها، مغازه اگرودهقان رقم 1 که در گردش گلبوته طرف کاروان قرار دارد. از طرف شسه میبیه، طرف در گلبوته طرف کاروان گشتنده از دست راست تگ 2 اتاژ ده. و این مرد که خوب فروشندش خورشید نام دارد. من رقم تلفنش رو میمونم، چون این داروها را دارد. فونگیسید این یعنی برزیدی کسلی ها داشته است. ریدمیل هم درونی 5 لیتر، هم درونی پاکت خیلی. بعد فوندازول پروفی اسپری، این برزیدی کسلی ها است. کسلی پیوزو، پامیدورو، سبزی و کلوبنیکا و چیسنو، تیلت ارت، فونگیسید، فالیکور با مقابل کسلی زنگزنی و دیگر کسلی های انگور و من رسمش کشیده شده است. فالیکور، بایلیتون، باز میبینیم تیلت داشته است. سوپر ایمپکت بر ضد کسلی پرشه و انگور جل زدن و کسلی ها. خورس داشته است. خورس با مقابل من شفتالو برگش جینجک میزند. با مقابل وای دیزولش هم یک از نمودهای سکور هست. من این سکور با مقابل کسلی ها. سکور گولد چند نمود سکور داشته است. من کاغدا خوکاش از خومیتسین بایلیتون دو نوع بوده است. خریدارها خریده ایستادن. خریدارهاش بسیار او دا برینیانه که موادی ویتامین ها داشته است. فارمیکول، MPK 10 این بالای برگ میزنید همه این را با آبرالش کرده. فولوگومات افسینسکی، گومات کالی، بیگوس، میرم پویون، نسله، نکله، جیتکی ازوت، من همین داروهایی که من گومات اینا ویتامین میباشن. انا اینوش داروواری های مقابل کسلی در 100 گرمه ها 100 گرمه اینجاش در 1 لیتر و نیم لیتر بود و 100 گرمه میگذاریم. باز دیگر اینجاش هم فونگیسید، خومیتسین اینا فونگیسید میگذاریم. با گربیسید یعنی کشنده علف ها، همه نمود علف ها. برای اینجا نیست کردن علف های سوزانبرگ و پهنبرگ است. من این گندم کشیده است. سوپر توپیک پلوس این علف های درون گندم رو میکشد. توپیک 80 اینش هم درون گندم رو علفش رو میزنید، گندم رو نمیکشد و علفش رو میکشد. آنم خیلی استثمالی چند این دولت ها هست. ایران هم هست، خارجی هم هست، خیتوی هم هست، اروپا هم هست، زیلک هست علف رو میکشد. من این ایرانی هست. من یک اوراگان با من دودگی بود، اوراگان رو زدم، علف رو علاقه زرد کرده پرتاب شده است. میگذاریم اکارچیت اینسکت، این یعنی که اینها حشرات های مکنده رو میکشن. از قبیلی کنه درخت در تنه درخت هر گونه حشرات های مکنده هست که آنها رو میکشد. یعنی ابامکتین داشته است. ابامکتین، ورتیموس پروپارگیت، ورتیمیس. باز من خیلی دارو دارد انجیو این هم همش داروهای مقابلی من نورلده داشته است، مقابل حشرات ها میگذاریم. من این طرف سوپر کراته اینجا و اینسکتیسید، این با مقابل حشرات فقط مکندگان دیگر حشرات از قبیل شکرک
از قبیل منوای شیره شکرک مکنده بود این شیره و دیگر کسالی هایی که من شپرک ها من ببینید من گمبوسک ها سوپر کراته خلاصی گپ که دلتا فوس دارد پلیترین دارد خلاصی گپ بسیار دارد و دارد باز تخمی های سبزی تخمی های تربوز تخمی های خربوزه روغن ها هم زرد روغن است برای دارو خوش میکنید که و بالای برگ چسبد در اینجا تخمی های ردیسکا سبزی ترب کدو کدوی گرد کدوی دراز لبلبوی سرخ پیاز گشنیچ اوکراپ و باز یک قطار دیگر همین زهرخیمیکات و دیگر چی دارد برام و مقابل هر گونه حشرات ها داروهای ایرانی هم دارند خلاصی گپ بیایید پشیمان نمیشوید خودی متخصص ها از آن جمله خورشید به شما میفهموند کدام دارو برای چی است کسلیتون رو بیارید گپ زنید مشکلاتون رو گپ زنید خورشید حل میکند خورشید چه مشکلی دارن بیایند شما مصلحت میتید فروشنده خورشید میباشد صاحبی من انا اینجا وای دارن همون کسلی شما رو زیر همین میکروسکوپ دیده خلاصه براری میکند یعنی مغازه واقع است در گردشی از 60 میکرون میبینید من ماشین من اینجا گلبوته است انا اینجا گردش کربون میگردد مغازه نامش دهقان نمبر 1 مغازه داروهای کشاورزی زیر دو آشیانه مغازه قرار دارد در اینجا باز مغازه ها هست باید فروشی مواد های کشاورزی و من این نوار رو برای آن میکنم که دهقان بسیار آدم نمیدانند چی گیرن از کجا گیرن من همین برای هوای من این مگزین رو به شما معرفی کرده ایستادم که شما خریداری بیاید آمدم خریداراش نهایت بسیار است همداران عزیز در پناه خدا باشید مرحمت و مغازه خورشید من رقم تلفنش رو در بالا میمونم مراجعت کنید اینا دستافکه هم دارن تا کجای خیلی خودتان گپ میزنید